است. عصبانی نشو لطفاً عصبانی نشو حسنو جان. اینجام جایی است که به مردم قریه خدمت میکنم. قریه دار جای خدا به تو داد؟ بله و خودشم در قهوه خانه رفت. خوب است. کامران سلام. سلام. ایزن کی است؟ معرفی میکنم رویا. کامران رویا. سلام. رویا دوست استانبولم از کامران. چه قسم یک دوست؟ منظورتو نفهمیدم. یعنی خواستم بفهمم که چقدر نزدیک هستید. یعنی رویا دوست سابقم است. تا دوران استاژ با هم بودم، یعنی با هم دوست هستیم. تو قسم کجا میری؟ هیچ، دکان میرفتم. 50 تا نان میارم. 50 تا؟ ها، مهمانی داریم. مادرم هم قسم گفت. خوبی مهمانی به خاطر چی است؟ عروسی کمال و هلال است. تو راست میگی؟ این دفعتاً چطور امکان داره؟ کاکا حسن و کمال در خانه خود گیر کرده. بعد از او گفته که عروسیشو نکنیم. در اتاق قفلش کرده. کمال در اتاق قفل کرده؟ ها، کمال حال اونجاست. تا وقت عروسیشان اعلانش نمیکنه. عروسیشان هم در میدان است. این عروسی چه وقته؟ به خدا نمیفهمم. کاکا حسن و پدرم در قهوه‌خانه گپ میزنن. بعد زودترین فرصت عروسیشان هم میکنن. البته تو هم به خاطر عروسی فراموش کردی نوتایی که برات دادم بخوانی. توبه، اونا رو من در خانه سما فراموش کردم. سما کی است؟ آیی از دانم برآمد. چی از دانت برآمد؟ آی چیز نه. تو سما ماما چیز نشنیدی ها؟ آیی من میرم دیگه. اما نان دختره عجیبه به نظر میرسه. اما نان مثل که بسیار عجیب است ها. بسیار میفهمی بسیار مهربان است. خب باش برات قصه کنم. در میز نکاح داماد به این نگفت. چی؟ یعنی حالی هم مجرد است. از نظر قریه یک دختر خانمانده است. یعنی داماد حق به جانب بوده همه طرف؟ به قسم نگو رویا، خوب نیست. تو کدیم خدایا. آیسته دختر ترم کدی. ها بیا بنیامین. چی شده؟ حتما بدون مخاو کردن برات فایده کده. از دیگر روزا کده وقت بیدار شدی. بله جانم، بسیار خوب خواب شدم، بسیار راحت. خواب چی تبا شدم. خسرم تا صبح خورخور کده نفسم کشید. از پلوی خیستم رفتم در اتاق ترکان. و مثل پدرم ماشاءالله اتو خورخور میکرد که نفسم کشید. هیچ خو نتونستم. تا صبح خورخور کرد. البته خو کده نتونستم. کم کارا را برا شوه. اینا را پیش دکتر میبرم. سیستم تنفسیشون رو ببینن که چی مشکل دارن. به قرآنی را که ببینن دکترها ایران خودمان. مچه میچه قسم مردم هستن. خوب است عروسی که تمام شد ببریشون. تو انوزم عروسی گفتم میری دختر. خسرم گفت که عروسی نمیگیرن نورتن. میگیرن جانم. تو انوزم قرمالو میشی دختر. نه تو قرمالو میشی مثل که هیچ قارت نمیشینه. توبه من طرفدار خسرم هستم نورتن. اون طرفدار مادرم هستم. یاز نه. تو چی گرد وزیر انداختی؟ این مسئله خصوصی خانوادگی ما نیست. تو داماد ما هست. داماد دختر این چه قسم گپ است؟ قواره تا ببین. قوارش؟ بله نورتن قواره خدا ببینه. وقت با یکی فرار کنه خوب است یا این قسمی. حالا در مقابل ما ماده گپ میزنه. از پیش چشمون دور شو. گفتم برو. نمیخوایم ببینمت. تو چوب باش دختر شرماندی. حالا چوب باش دیگه. برو. اوف توبه خدایا. برو. چطور کنم نورتن؟ میبینی که چه قسم گپ میزنه. کاموران جدا فرار میکنه، آیتن جدا فرار میکنه. به خدا هم اگیتان فراری هستین. شما چه قسم مردم هستین؟ من خودش نفهمیدم. یعنی چی که کاموران گفتی 50 تا نان بیاره؟ من نگفتم که عروسی نمیشه. البته که میشه یوسف. ها؟ این عروسی میشه. بیبی که ما برنده شدیم. ترکان خدا به طرف اعلام کرد. ما اینجا مسابقه بزکشی داریم ها؟ طرف ما بیبی تو از چی وقت هم رای گپ شوهرت مخالفت میکنی؟ ما این گپا را نمیفهمیم. تو حالا مستقیم به قهوه خانه رفته همراه حسن و گپ بزن. حالی دیگه چی مانامتا؟ تو هیچ خودم و مرا خسته نساز یوسف. کل زورت و حسن بان. ما میخواییم که عروسی شوه. این موضوع بسته شد. بریم داماد. به قرآنی خوشیم بعد رقم خدا سر خسرم میلا داد. اگه تو هم مثل مادرت شوی بیبی که چی میکنم باز؟ چی میکنی؟ او وقت باز میبینی یک بار اول قسم شو؟ میبینیم. گپ میزنیم برو. حالا خسر جان. آمدم خسر جان. مادر دختر از ترس زوریم کپید اما تمام گپای من گفتم. بسیار خوب کردی. حالا بریم خانه دودوشان. آیتن
آیتن جان خواهر حالا پایین بیا که خانه خاله دودویشان میریم. حالا خواهر عروسی هست. حالا دختر این چرا گریه میکنه؟ چیز نیست، به خاطر که همراهی از نخود مخالفت که دو کم سرش کار شده از خاطره. در حقیقت باید پای شکستانده شود. بر صورت تو حال چیز نگو مادر، بیا زو گریه کدم میره. ها بیا خواهر جان، بیا جانم بیا. حالا بیا خانه خاله دودویشان میریم، کم خنده کنیم. سلام. خوش آمدی دخترم. خوش باشین. دگرها کجاستن؟ کمال وقتی میخواست از کلکین فرار کنه افتید دخترم. دگران پیش او رفتن. او را خود چیزی نشده؟ نه جمال دوا آماده کرده، در پایش بسته میکنه، او را هیچ چیزی نمیشه، تو راحت باش، بیا بشی. خوب است. اما ما به شیشتن نامدیم که کمکتان کنم. چی میکنی؟ به عروسی آمادگی نمیگیریم؟ آی دخترکم، آی دختر مقبولم، آی کاش بفهمی که چقدر خوش شدم. همین که آمدی کلان کمک است دخترم. گل جمال خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدی دخترم. خوش باشین. حسنو گل دخترم به کمک کردن ما آمده. به زحمت میشی دخترم. نه خیر زحمتی چی؟ پس ما به قهوه خانه میریم، اون موضوع امروز یوسف حل میکنیم. پس میاییم باز. در کارایت موفق باشید جانم. یادتش هست روی کلگی رو مچ میکنه وقتی خوش باشه. سلام بچه. من همینجا می باشم جمال. خداحافظ. خداحافظ. خیلی حال بیا با هم گندم پاک کنیم. چی را پاک کنیم؟ گندم میگم. حالا بیا زود شروع کنیم که تمام شود. بیا دخترم بیا. بابا ای چی میکنه؟ دروازه را باز کن. خوش آمدی، داخل بیا. دختر تو خدا بالا و پایین انداخته چی میکردی؟ خدا را شکر که ما آمدم، اگر دیگه کس میدید بد میشد. به خدا از شیشتن خسته شدم، خواستم کم رقص کنم. خوب شد که ما آمدم، اگر مردم میدیدن. اما تو هم بد رقص نمی کنی ها؟ تو چی میکنی؟ دیگه چی گپ است؟ حالا بیا با هم رقص کنیم. بیا حالا. بیبی سنگ داره. مثلا ای؟ او رام بندازم. بیا دودو خواهر جان خوش آمدین. بفرمایین بشینین بیاین. خاله دودو ما فکر کردیم که آمده امرایتان گپ بزنیم، اگه به کمک نیاز دارین کمکتان کنیم. خوب کردین اما به کمک ضرورت ندارم، دختر مقبولم کمکم میکنه. چطور هستی گل؟ خوب هستم، زنده باشین شما. خدا را شما خوب هستین. خواهر جان قصه کو که در خانه چی گپ شد؟ چی بگویم دودو؟ کوشش میکنیم که یوسف قانع بسازیم، در غیر از او یوسف قبول نمیکنه. تو خو امکان نداره خواهر. کلگی دیدن که او شب چی شد. ما به این عروسی رضایت داریم خواهر، اما یوسف زد کرده که قبول ندارم. یعنی میگن که این کار نمیشه؟ نه جانم میشه. ما کلگی دسته یکی کده حلش میکنیم. سلام. خوش آمدین. ما به تبریکی گفتن آمده. خوب کردین، کار خوبی کردین. آیتن دخترم حالا برو از داخل 2 دانه چوکی بیار. حالا دختر مقبولم. حالا دیگه درست است. بفرمایین بشینین. زنده باشین.
دکتر صاحب این دوستتانه به ما معرفی نمیکنین؟ رویا یک دوست سابقم در استانبول بود. رویا، خانم دودو، خانم اسما، خانم نورتن، گل یا مایتن. ما شدیم. چی دکتر صاحب چی میگفتم؟ دوستیتان با این خانم تا چی حد است؟ این گپتان یعنی چی خانم نورتن؟ یعنی تا چی حد با هم صمیمی هستین؟ ها؟ یک دوست سابقم است. ها. چند دقیقه پیش همراه کامران معرفی شده. بله. خانواده او است. خواهر بزرگش، مادرش و خواهر کوچکش. نه ماما تو فکر میکردم. تو چی فکر میکردی جانم؟ بسیار با او شباهت دارین. در خانه ما بچه ها طرف پدرم و دخترها طرف مادرم رفتن. خیلی میرم با شما چای آماده میکنم. خانه دودو تو بشین، من آماده میکنم. بیا تو، من دختر این خانه هستم. اما بله دخترم برو. گل خسته نباشی. زنده باشی. خیرت باشه. اینجا چی میکنی؟ آمادگی عروسی است. آمدیم که کمک کنم. خوب کردی. فکر کنم قریه‌دار آمد. سلام علیکم. نیازی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی. کجا بودی؟ قریه‌دار. خب کارهای نکار پیش می‌بردم دیگه. والا بسیار جنجال داشت. و قدر فکر می‌کردم آسان نبود. بسیار کار داره. پیش این خواهش کو، پیش او خواهش کو. شکر که من سیاست نداره، قابل اعتماد هستم. زود تونستم کارا رو حل کنم دیگه. والله شکر میتونی قریه‌دار. آفرین به تو شاباس. خب نام خدا کجاستن؟ تا حالا نامدن؟ میایم. حس میکنم. یکیش از این سو، یکیش از اون سو. چرا مثل مرغا یکی دیگه تونو سایل دارین؟ بیاین داخل دیگه. بفرمایین. بشین لالا بشین. بفرمایین. جای به تو باشه. بفرمایین. بشینه. خب خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. خوش باشی. خوش باشی. صدیق به قده ها یک گلاس قهوه بیار، اما باید بسیار شیرین باشه. شیرین بنوشین، شیرین گپ بزن. راز گفتی امیال میارم. صبر کن صدیق. قضیت آماده نکن. اول باید چا نزنی بین اینا خلاص شود. بعد از اون میتونی به اینا قهوه بری. بیاد درست گپای لودگی میزنی. کلگی میفهمن که مصارف عروسی رو بچه خیل میتن. راست میگه. مثلا در عروسی جمال تمام مصارف کوکوسنو پرداخته بود دیگه. نه صدیق. بله. حالا وقتی همین گپا هست ها؟ چی را داده ها؟ ما یک لیست برش دادیم. ای از استانبول یک خس هم ناورد، اما آمادگی عروسی را گرفته بودیم. حسنون راست میگم. مصارف عروسی سر بچه خیل است. نه من در هیچ کار مداخله نمیکنم. بسیار خوب. وقتی ما بچه خیل هستیم از عروسی منصرف شدیم. برو گم شو. برو زود باش گم شو. برو خدافظ. یا نه نکاح بسته نمیشه؟ این چی قسم کار است؟ از خیرتان دنشی ما خار نزنین. بشینین دیگه. تو با ما به خاطر عروسی تمام آمادگی های موسیقی را گرفتیم. حیاتی مگه رقص آمادگی گرفت؟ اول آهسته آهسته میخوانم، بعد از او خوب مست میخوانم. خوب خواندنهای محلی و وطنی. چطوره؟ ما براتون رقص میکنم. بدر گپای رقص بانه. رقصه خونه هستیم که رقص کنیم. توبه. من صبح تا اول پشت کارهای نکاح میگردم. کم بود ظرف کنم. خوشبختانه یک سیاستمدار موافق هستم کارا رو بسیار زود تونستم حلشان کنم. وقتی که حسنو قم خواهی تمام مصارف باید خودش بپردازه. ما منصرف شدیم، مداخله نمیکنیم. این چی قسم گپ است؟ مصارف نکاح سر بچه خیل است. تو میخوای از مصارف فرار کنی؟ والا می صدیقه کس میکنه که دو طرف از مصارف فرار میکنن. حال خود فهمیدیم کی سخی است و کی گشنه. حال معلوم میشه. چیزی که دادهی از باز نکاسم برای تو چی میگی؟ میخوایی بگویی که من گشنه هستم؟ نه به غیرت. گفتم هر چیز دادهی از نکاسم برایم. اوکل
زیاد یوسف کاکا ملنگ کاکا یوسف قربانت شوم خیر است پیشی شفا میدم شما بین خود به تفاهم رسیده نمیتونید قریه‌دار تو راست میگی والا تو بینشان قاضی شو و فیصله کجانم ها بیادری اینام باید به تصمیمت احترام بانه راست میگه تو بیاز و قریه‌دار هستی کلگی را به چشم میبینی بله جانم هر چی که تو بگویی همون تو میشه قبول داری کاکا یوسف کاکا اسنو بله سعیس خب ها برن دیگه تو بگو ها درست است حال نظر به قوانینی که تا امروز عملی شده عروسی رو بچه خیل میکنه فیصله شده خلاص شد دیگه چی مرا بیبی شما بین خود جرامت کرده بودین اما تو نیست توبه گوش کنین گپ من این کلم مانده این گپ یک امام داره اما چرا داشته باشه اما از کجا شد دیگه عروسی را بچه خیل میکنه درست است اما نظر به رسم و رواجی که ما در مولا داریم دختر خیلان باید یک سهم بگیره که باز عروسی شود اما ایشی بوده بیادره تو چرا خدر رسم و رواجای خورده میبینی اگه تو باشه باید به رسم و رواج و کلتور تمام مردم قریه یک نظر بندازیم دیگه متنیست فریب نمیخوریم کاکا اسنو اعتراض نکن مصارف باید مساویانه بتین دختر خیل و بچه خیل هر دوی سهم خود ادا میکنه ما متوجه میباشیم که در جان یکی دیگه نزن خیلی تو خواستی که ما رو در جان یکی دیگه بندازی به تو نیست مرا بیبی اسنو اگه میخوایی منصرف شوی خو نکو ما بیازون همه خواهیم فهمیدی بسیار خوش شدی همه تو نیست بیازون نیمه مصارف سرمند داختیم بیادر من یک چیز درست نفهمیدم امیر واضح بسازن من پیسه ساز از پیش کی بگیرم چی وام نصف میشه نصف 50 سادو تو امو کسی نیستی که هر روز دور سر نیتا دستت میگیری و در دریاچه بر بچه ها مفت میخوانی حالا که نوبت ما شد باز مصارف اومد حسنو تو میخوایی کل کار برات مفت تمام شوه ها خب از درنگوندن چقدر میگیری 1000 لیره چی تمام ارکستر اینجا میاری برات متاسف هستم کاکا یوسف تو منصور بیبی بطنای خودش یک ارکستره خدا رحم کنه خدا درست است من 500 شو برات میتونم نه کاکا اسنو 500 لیره نمیشه 1000 لیره از تو 1000 لیره از کاکا یوسف چی ببخشید بیادرا شما تا که میتونین سرما خودو چپا میکنین همه تو نیست راست میگم شما نمیتونین فرار کنین آقایان راه فرار ندارین اینجا باید خود نشان بدین توجه از قریه‌داری گزلکوی میشنوین فردا شب در میدان قریه بچه یوسف یا شاباسان از زمیندارا کمال و دختر حسنو از مالدارا هلال اول نکاحشون بسته میشه و بعد از اون محفل عروسیشون است تمام مردم قریه دعوت هستن گوش کنید هر کس بیایه ازش پذیرایی صورت میگیره نوش جانتون بخدا کارتون فایده کنید نوش جانتون نمیشه دیگه این خور رسم و رواج هست نمیتونید که ملت گوش نروان کنید کاکا اسنو گرخدگی های تبکه چیزای خیلی بزرگ ساخته دختر اینا خو میگن فردا خدا اینا فردا گفتن خالد دو تو شو خینه نمیگیری؟ دخترم یک دانه دختر دارم چطور نمیگیرم؟ البته خینه در کجا میباشه؟ گفتی در کجا؟ بله یعنی اگه در مولا کدوم رستوران کار است من میتونم گپ بزنم نه دخترم ما خود ما در اینجا باغچه داریم در اینجا میگیریم در باغچه گفتین؟ من چی بفهمم در استانبول دخترها در رستوران محفل میگیرن استانبول یارا بانن که در رستوران بگیره باغچه ما بسیار کلان است در اینجا میگیره چقدر خوب ما هم شب خینه را خود دیدیم رویا بسیار خوش شانس هستی همی که به قریه آمدی به یک عروسی وطنی سرخوردی در این زمان شب خینه هم داره بله خانم دودو اگه مشکلی نباشه دوست ما میتونه بیایه شما چی میگین؟ البته که مشکل نیست میتونه بیایه تمام خانمای قریه ده شب خینه میاین آقای دکتر خوب دیگه ما باید بریم آمادگی خود بگیریم به حیث خانواده بچه ما میگیم خانواده مشاوره میاریم من اونا رو میارم درست آفرین دختره خدا بخیر برین با امید دیدار بخیر برین خدا با امید دیدار دختر بخیر برین دختر که زود خانه برسیم پشرویتان خوبی کان من تمام دوستای تو را میشناختم اما قبلا با رویا معرفی نشده بودم رویا از دوستای بسیار سابقم است از دوران دانشگاه ها یعنی دوباره با هم یک جای شده بله همه طور است چقدر خوب
آه دختر مقبولم، دختر خردترکم. من خوب میفهمم که قلب تو در گرفته، اما میگذره دختر مقبولم، میگذره. فردا یا پس فردا یادت میره. درباره امروز که فکر کردی خندت میگیره دختره. مادر کلان فراموش میکنی دختر مقبولم، این روزا را فراموش میکنی. یادت میره فراموش کردن بزرگترین نعمت است که به آدم داده شده. اگه آدم و درده خدا فراموش کردن نمیتونستن، هر روز دردایی که تحمل میکردن زندگی سخت میشد دخترم. همه تو نیست؟ زندگی تو پیش نمیرفت، تو هم باید فراموش کنی. ما بسیار درداره دیدیم، چی روزایی را کی دیدیم. شاید هم خداوند از همین خاطر به من مریضی فراموشی را داده. همه تو نیست؟ تو هم فراموش کن. خداوند خودش بهتر میفهمه دخترم. آدم نمیفهمه که چی به خوبیش از چی نیست. فهمیدی دخترم؟ آف سوده، تو هنوزم گریه میکنی؟ بان که گریه کنه دل خود خالی کنه. گریه کو دخترم، گریه کو دخترم. گل زنگ زده بود. امشب شب خینه است مادر کلان جان. به شب خینم باید بریم. من نمیایم مادر کلان. نه یا دخترم، نه یا تو در خانه باش. ما و خواهرایت میریم. ما و خواهرایت میریم. هر قدر تلاش میکنیم که از این کار بیغم شویم زیادتر مشکل میشه. راست میگی، باید از کلینا بیغم شویم پدر. اینا ما را تبا میکنن، هر دو دستشان در یخ نماز. باور کن راست میگم، اینا بسیار بد هستن. از لحاظ مادی و معنوی، یعنی سر ما ظلم میکنن، خانه ما را تبا میکنن. او دختر وقتی اینجا بیاید میفهمی چی میشه؟ تمام روز و شب میخوره، هیچ وقت صاحب زندگی نمیشیم. باید از اینا کاملا بیغم شویم. نه جنازه اونا بیاید نه جنازه ما بره. خلاص. خوالی کار چه قسم میشه؟ کمال فرار میدیم. او کار چه قسم میشه؟ توبه پدر، مفکوره را مدادم. خودت برش یک راه حل پیدا کن. کل کارم مکنم. کدوم راه دیگه نیستی تو خو نمیشه. مادرم شنید چیز نگو جان. شما از کجا آمدین؟ رفته بودیم خانه دودوشان. چرا؟ فردا شب عروسی است، گفتیم امشب شب خینه را بگیریم. ده ایباره گپ میزدیم یوسف. ما جان میکنیم که از این کار خدا بیغم کنیم، تو تا که میتونی پای ما را بند میسازی. خیلی میخوایی که او دختر بدون خینه از او خانه بیاید؟ اسم و حساب مرا خراب نکو. اما پدر مادرم راست میگه. قوای دشمن واره پیش روی آمدین. برین گم شوه. یوسف برو گم شو. بیا که بریم مادر، بیا زیاد کار داریم. برین. هلا بنیامین، تو چرا خنده میکنی؟ یک چیزی به فکرم چی آمد ها؟ کمالا نجات دادیم، خلاص شد. چه قسم نجات دادی؟ اینا که در خینه ماندن مصروف شدن، از راه پشت میریم کمالا فرار میتیم. بیخی دلت جمع. راست میگی؟ بله، تشویش نکن، این کارا به ما بان. جمال. بله پدر. منصور رفیقت نیست؟ بله پدر، دوستم هست. خیبرش بگو که پیسه دول و سرنه خدا نگیره. بسیار تاوان کردیم بچیم، نمیتونیم بپردازیم. پدر چی قسم گپ است؟ او حقش از باید بگیره. این چی قسم رفاقت از خیه؟ پدر دوستم است، صدیقم دوستم است. خیلی او هم از شایی که به ما میته پیسه نگیره ها. ببینین حیاتی، میرم از دکانش هر چیز میخریم، او هم از ما پیسه نگیره. چقدر خوب. خیلی مردم از کجا پیسه پیدا کنن پدر؟ به خدا از گپ زدن آدم پشیمان میکنه. نه خیر. بیاین. خدایا. بیبی اینا بسیار مقبول است. مقبول است. شما یک بار هر دویتان او پدنوسه بگیرین. ما؟ بله هر دویتان بسیار خوب. بگیرین. خوش آمدید دکتر صاحب. سلام آقا حسنو، تبریک باشه، بسیار خوش شدم. این دوستم رویا از استانبول است. آقا حسنو خوش آمدی خانم. خوش باشین. بچهش جلال خوش آمده. تشکر. جمال هم بچه کلانش. خوش آمدی. خوش باشی. تو کانه دعوت کردی؟ البته که نه جمال، کاموران دعوتش کردن.
کاموران؟ کاموران، همون کامورانه که قرار است تا آخر عمر همراه ما باشه. مثل کان. جمال چیزی نیست. او دوستش از استانبول آمده. وقتی به قریه آمده خواسته رواجای قریه را بفهمه. کاموران وقتی درباره عروسی برشان گفته اینا هم اینجا آمدن. خب ما پس میرم. درست است. سلام جمال. تو به من سلام ندادی اما من بازم برای تبریکی میتونم. تبریک باشه. بسیار خوش شدم. زنده باشین. بچه اینجا بیایید. درست هست این آمدیم پدر. بیا جمال. تو نمیخوایی بیایی یوسف؟ بیبی هنوزم میگه نمیایی. بنیامین شما را میبره. زیاد تال نتنخی نمیکنین، هرچی میکنین بکنین و زود پس بیایین. بله بفرمایید. بنیامین چرا قارستی؟ توبه نورتن، میخوای چی کنم؟ پدرم در این وضعیت است، میخوای برات رقص کنم زن؟ تو بیاز و رقص کردن خوش داره، برو یه وضع ما اونجا هم رقص کن، برو. توبه کردیم خدایا، اینا چی گفتم میرن ناف دانه مرا شور میتن. لطفاً بفرمایین. شب بخیر خسر جان. با تو بفرمایین. از این طرف. آقا حسنو وقتی پروژه های ما در این قریه خلاص شود تمام ترکیه درباره این قریه گپ خود زدن. در مورد گزلکوی در کل ترکیه تبصره خود شد. ماشاءالله دکتر. خیلی تو کاملا مصمم هستی که در این قریه زندگی کنی ها؟ این چی گپ است؟ من وقت اینجا زندگی را شروع کردم. خیرت باشه. سلام علیکم. ما از کجا پیدا شدی؟ آمدیم. شام بخیر کاکا حسنو. خوش آمدید. شب بخیر. سلام کاکا حسنو. خوب هستید؟ کاکا حسنو امروز در قهوه‌خانه به ما گفتی که به دریاچه میرین و اونجا میشینین و آهنگ میخوانین. از ما خفه شده بودیم. ما اینجا آمدیم و گفتیم شب خینه را گرم بسازیم. کاکا حسنو رایگان میخوانه. خیلی خوش آمدید. بریم بشینید. بشینید. مناسب بشینید لطفاً. بفرمایید بشینید. وای حوزه کبیا که میمونای تو اومده. بیا بدو. خوش آمدی سلطان مادر. چی از بچه مردم بتی؟ بیا خوش آمدی. بیا بسیار خوش آمدی. خوش آمدین. خوش باشید دودو. چی شده دختر؟ آمادگی نگرفتین؟ آمادگی ها در داخل است. در داخل دسترخوان شب خینه در داخل می باشه؟ شب خینه در داخل نمیشه. گفتم نمیشه. سلطان مادر میشه. گفتم که نمیشه. سلطان مادر بسیار خوب میشه. آی خوش آمدین دخترها. برید داخل که محفل شروع میشه. بیاین دخترها. نوخت نکنید. سیاسرها برم داخل. دختر şeker şam fıstık aman arpalar kara kılçık eğer beni sorarsın aman al bohçanı yol açık خندکو دختر تو سشو کمه من همراه عروس ما کمه رقص میکنم. تو نمیشه. تو باید رقص کنی. آها خیمه میخوایم در پشت سر عروس رقص کنم. درسته؟ بسیار خوب. تو هم رقص که دیگه دختره. Halkalı şeker hasiretlik çeker çok nazlanma kibar da yarim cahilim aklım gider. الان دیگه سلطان مادر لطفاً بخزه سلطان مادر بیا سلطان مادر زنده باشی. سلطان مادر چقدر مقبول. Nazlanma kibar da yarim cahilim aklım gider. دلمه بسیار مزه دارم. بسیار مزه. نوش جان. تشنم میرم. بس بیا.
بله خسرو جان، وقت عملیات نزدیک است. خدا تو را نزنم. زنها در خانه رقص میکنن، مردان دولی نان میخورن. وقتش است که کمال از راه عقب فرار بتیم. درست است. خداحافظ. ما میاییم. صبر کن ترکان. بچین، ما حاله میرم. خانه به تو امانت است. کجا میری پدر؟ میرم که بیادرت نجات بتم. ما هم بیایم؟ نه خیر، من بسیار یک کار خطرناک میکنم. نمیتونم تو رو در خطر بندازم. درسته. خب دیگه اینجا به تو امانت است. Yüksek tepelere vurmasınlar. Yüksek tepelere vurmasınlar. Aşı memlekete kız vermesinler. Aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. به نظرم راست گفتی دکتر صاحب. خیلی کار ما میشه. حتما میشه. بخاطر بله همونطور است. خوب، بسیار خوب است. خیلی باید ای بار فکر کنم. پیش دیوار هستم. بسیار عالی میشه. من میتونم یک مقدار پیسه برات بدم. کجا میری؟ یک کمی هواخوری میکنم. بسیار خسته شدم. اما چرا؟ یا آهنگ بسیار سرم تاثیر میکنه. در دریاچه آهنگ شنیده هیچ گپ نشده حالا تاثیر میکنه. توبه او وقت روحیه مثل حال نبود. کور بودم بچم، نمیفهمیدم. حال خب مثل سابق نیستم. بابا بیادر تو بیازوده بیرون هستی. چه قسم خسته شدی؟ بچم خب بیرون میرم دیگه. چی فرق میکنه؟ چقدر عجیب است. اینا تا به خدا من خیر است. ده چی کنیم دیوانه از دیگه. هلال یک دانه حالا چقدر گریه میکنی؟ چطور گریه نکنی؟ حتی ما احساساتی شدم. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun. دختر اینا رو چی شده که گریه میکنن؟ ها من چی بفهمم؟ اصلا خب ما باید گریه کنیم. گریه کنین دخترها، گریه کنین. چرا گریه نمیکنی؟ گریه نمیکنم. گریه کو دختر. گریه نمیکنه. ای خود گریه نمیکنه. خسر کجاستی؟ گوشم چرا شور میخوره بچه؟ ترساندیم پدر. امیال وقتش است که فرارش بتیم. درست است بریم. بیا که بریم. درست است بریم. این پایای مرا چی شده؟ منصور دیگام به خانه از اول شروع که قربانت شوم. Yüksek tepelere
ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi, ben babamı, ben köyümü özlerim oy oy. Ben köyümü. خانوزم گریه نمیکنه گریه نمیکنه چرا گریه نمیکنی؟ من نمیخوایم عروسی کنم. خیلی چرا برشانی گپ نمیگی؟ گپ من همش نوند. تو هم چوب باش، به کسی چیز نگو. به خدا پدرم مرا خود کشت. درست است. با قرآن که مفتم. خسرو جان احتیاط کن. خسرو نفتی. اگر بفتی 210 تا استخوانت میده میشه. حالا میلخشی متوجه باش. آیسته. صبر ما میگیرم. بریم. چوب باشه بیا. آیسته. آیسته باش. آیسته. خانه این آزما کده کلان است. آیسته. بالاشو برو کمالو بیاره لزود شو. خانه اینا بسیار کلان است با قرآن. درست است. خسر ماکم بگیری. درست است برو. توبه کمال بفرمایین خوش آمدین به محفل ما. بفرمایین. حسنو پشت سر برو اگه نیم مغزایت باد میکنه. خدا چطور هستی بنیامین؟ اشتباه اینجا آمدیم که کینه بسکو که خانه سرد نشه دیگه. شب بخیر. بیا داخل بچه بیا. خوش اومدی. قربانت شم. خسر ماکم بگی. خسر مرا پایین مندازه. خسر ماکم بگی. خسر مرا پایین مندازه. خدا تبا شدم. بالا برو. به قرآن که تبا شدم. لطفا نندازینم. بالا برو. پایین نشی. خسر ماکم بگی. برای بیبی گفتم پایین نشی. پایین نشی. کمالو گرفته باز مرا پایین مندازه. گفتم کمالو گرفته خسر مرا پایین مندازه. بالا شو گفتم. نکو پدر. یوسف توی دامادت ایش دوست نداری ها؟ تو رشی ها؟ کمالو که گرفتیم باز میگم. کمال اینجا بیا. کمال بیا. کمال اینا آمدن که تو را ببینن. همراهشان میری؟ هیچ زحمت نکش پدر، من اینجا راحت هستم. وقت پشت عروس اومدی ما هم همراهت میایم. تو چی میگی؟ نمیایم. عقلت جایش هست؟ خسر خو نمیاد دیگه. بالا شو گفتم. تو بکدیم ما تبا شدم. بالا شو. خسر ثابت کو. درست است خسر. پایین چه بگی؟ درست است. میخوایم داخل ببینیم. پایین مندازم تاش رو. ماکم بگی خسر ماکم بگی. با قرآن که کشتنن. وای مادر جان. مادر بنیامین بدم که تبا شدم. کم بود که مغزم باد کنه با قرآن. او خدا. آی با قرآن و سخانم شکسته. تو نمیخوایی که همراه کمال عروسی کنی؟ نمیخوایم اما از دستم چیز نمیایه. یعنی چی که از دستت چیز نمیایه؟ ای تو امکان نداره. تو با ما بگو چی شده؟ اوف کمال آدم درویی است، او را نمیخوایم. لالای مو را دیده که همراه سوده قدم میزده. بله ما هم دیدیمش.
اما این خود دلیل نمیشه که تو از عروسی و از عشقت منصرف شوی. چرا نمیشه؟ اگه موضوع جدی نمی بود لالایم هیچ وقت به من نمی گفت. تو هم راست میگی. به هر صورت صبر کو، یک راه حل پیدا میشه. یک کار خواهد کردیم، درست است؟ زنده باشی گل خواهر. تو هم اینجا باش. بنیامین نورتن اگه درد داری بگو. نه ماشاءالله هیچ چیز نشده. نورتن سرم ریشخند میزنی؟ من از چند متر پایین افتیدم، کم بود که بمرم. خدا نگاهت کرد بینوشم. صبر کن، حال من هفته است. بنیامین حال ای طرف بی جور از پاشم طرف مرا بخی دیوانه کردی و کل. اول بچه ما بندی کردی، حالا میخوایی داماد ما بکشی ها؟ به غیرت تو اولی را بگو که داماد تو دهی وقت شب مثل یک دوز در کلکین منزل دوم خانه ما چی غرض داره ها؟ بگونه. حق ندارم بچه ما ببینو. حق داری اما این رایش نیست. این خانه است یا کدام کاروان سرای؟ مرا بیبی تو میخواستی کمال فرار بشی و از عروسی منصرف شوی، همه تو نیست؟ دل موکل میخوایی از تو پرسان کنم که چکنو ماشینه؟ چو باشین بس است دیگه. خوب میشی. توبه فردا عروسی دارین، با هم قدم میشین، حالا بین خود جنگ میکنین. حالا یکی دیگه تا نبوسین آشتی کنین. حالا دیگه حالا تو نمیشه این کل به غیرت ده هر جای همراهی من جنگ چو باش یوسف، چو باش یکی دیگه تا ببوسین آشتی کنین. آفرین اما تو. اما میرم که در دست دختر خینه بانم. دختر نمیفهمم که گریه میکنه یا نمیکنه، گریه کنه یا نکنه خینه میکنیم. بیاین خانما بیاین که در دست عروس خینه بانیم و بریم. آقا حسنو میشه که من اینجا باشم به خاطر که نمیخوایم خانم رو یاد سنو حالا دیگه کلتان برید داخل. خوب شدی؟ خوب هستی نورتن بچه خوب هستی نه؟ بسیار خوب است، بسیار خوب است. رئیس خوب شد. بیا داماد جمال یک دقیقه باید با هم گپ بزنیم. همیال گل؟ بله به خاطر که بسیار ضرور است. چی شده؟ هلال نمیخوایم رای کمال عروسی کنه. راست میگی؟ بله اما کاکا حسنو نباید ره بفهمه. خب درست هستی، کار حل کنیم باز گپ میزنیم. درست است؟ درست است. بریم. حالا چی کنیم؟ کمال کاملا زیر کنترل حسنوس. به خدا پدری حسنو بیخی فکر کمالش رو سوشو داده. خودت دیدی که با ما چی گفت نمیه. کمال ما بیاز و عقل نداره، یه عروسی را قبول کرده. میفهمی بزرگترین انتقامی که میتونیم از حسنو بگیریم است که کمال در سر میز نکاح به هلال نبگویه. فهمیدی؟ راست میگی. جمال و کامران سر میز نکاح نگفت و ما همو تو ماندیم. یادت هست؟ یادم است خسر جان، بیخی دقیق ده یادم است. خانواده ما را چطور کم زدن. حالا اگه کمال به هلال عین چیزه بگویه ای بار انتقام خود از حسنو میگیریم و خانواده هم مثل ما شرمنده میشن. حسنو تباه میشه خلاص. راست میگی داماد، بهترین کارمی است که کمال سر میز نکاح نبگویه. اما این کار چطور میشه؟ باید کمال به مغزبه کار قانع بسازیم. به خاطر این کار باید قبل از نکاح امرای کمال در یک جای بشینیم و خوب سعی و بیکله را بفهمیم. درست است اما حسنو بچه من بیخیده معاصره خود گرفته. این کار به موان خسر جان. تو بنیامین امرای خود داری، کل چیزا من حل میکنم. تشویش نکن. بته ایره به ما بته. احمق تصمیره بته. بگی خسر چقه گشنستی تو به تو به. بیا سلطان مادر. خودگه تبریک باشه اسما جان، همه چیز بخیر. سلطان مادر فردا بخیر میبینیم. شب بخیر. شب بخیر. او خدا چقدر ناوقت شده، شبی خیمام هیچ خلاصی نداشت. گل بسیار ناوقت شده، سلطان مادر را مانده است. اگر میخوایی من شما را به خانه برسانم. خوب میشه، درست است. چی ضرور است جانم، اینجا موتر است، من میرسانمشم. نه من میرسانم. نه جانم، تو حالا بسیار کار داری، ما تو را زحمت نمیتیم، کان ما را میرسانه. راست گفتی، تو را زحمت نمیتیم بچیم، داماد ما را میرسانه. خوب است. خودگه شبتان بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر.
نهال. بله مادر کلان. این دختر کی است؟ یه قارب کان از مادر کلان از استانبول آمده. خو خیلی قسم مرا بیبی. ها ما دی موتر بالا میشم. تو پشت ما بیا. فامیل تو مرا بالا کو کمکم کو. درست است صبر کن. ما بالا میشم تو بالا. تو مرا کشکو. این موتر بلند است. با آسانی بالا شدن. بالاش سلطان مادر. با ما کمک. درست است. شب بخیر. مادر چرا ناله میکنی بینوش؟ توبه نورتن، کمرم درد میکنه. خدا زدم از بلندی افتیدم. اگه کسی دیگه می بود حالا وقت مرده بود و جنازه‌ش هم خوانده بودن. تو امرای کمال چی کار داشتی که دزینه بالا شده بودی؟ توبه ندیدی شوتینگ فیلم جریان داشت. رفتم کمرای بیادرت گپ بزنم. بیبی او بیادرت است، باید متوجه آیندهش باشین، با خوبیش فکر کنین. با شما هیچ خوبی هم به درد نمیخوره. جانم با بیادرم میخواستی چی بگویی؟ ها به حیث یک آدم متأهل میخواستی برش نصیحت کنی که زندگی مشترک چه قسم پیش میره ها؟ دختر آلیسی دختر. چی شد تو خود گفتی که کمرم درد میکنه؟ خوب شدم هیچ درد مرد برم نموندی. تو میفهمی یک دانیم است یک دانیم. راست میگی؟ البته جانم. من خود سرت رشخند زده بودم. خیر از مهم نیست جانم. تو به من الهام دادی. الهام کیست دختر؟ الهام کیست؟ نورتن میگم الهام. ها الهام. تو فرشته الهامم هستی. حتی قبرم الهام دادی که اینجا بیا. بیبی چی میگم برات جانم؟ تو نمیشه. آی خدای من، تو چرا تو میکنی؟ ما چی کنم بینوش؟ خدا موتور ساخته. چی کنم؟ تو حالت درباره کمال برم بگو. نشه که باز بیادرم هم وقتی به عشقش برسه زندگیش کاملا مثل ماوره باشه. سعیس نورتن سعیس، با عنوان یازنش ما باید امروز گپ بزنم دختر. ها تو بیایی طرف در جایت. حالا درست است، هم دی طرف ایتیاد که پایم اوگار است. باز تو را دفتن چی شد بنیامین؟ نه بسیار خوش هستم، بسیار. چیزی نشد. صبر کو. مام سرم. درست از بیا سر تبا. سرشانید میمانم بینوشم. زنده باشی رویا دخترم. شما زنده باشین. زنده باشی کان بچیم که ما را تا اینجا رساندی. هیچی که پس سلطان مادر. مرا بیبی همی که عروسی بخیر در قریه خلاص شوه. رویا دخترم ما را بیار که با هم غذا بخوریم. خوب حتما. حالا دیگه بخیر برین. شبتان بخیر. شبتان بخیر. شب بخیر نهال. شب بخیر گل. شب بخیر. فکر میکنم این گل قلب خود به بچه دهاتی داده. بعد از چیزایی که سر ما آمد گل روحی خود از دست داده بود. هنوزم مثل سابق خوب نشده اما به زودی خوب میشه. وقتی تو میگی پس درست است، بالاخره گل تو خوب میشناسی. بله حتما تضمین میکنم. بیا که برم. دخترا من میرم که خوشم بسیار خسته شدیم. میرم خو میشم. زیاد نمیتونم بشینم. شب بخیر مادر کلان. شب بخیر. خداحافظتان. شما زیاد بیدار نمانین. فعلا شب بخیر مادر کلان. مام چند دقیقه بعد خو میشیم. خواهر ما زود پس میایم درست است؟ کجا میری؟ همراه جمال گپ میزنم. هلال نمیخوای عروسی کنه میفهمی؟ درست است. زود بیایی. جمال خب گل این موضوع چی قسم است؟ تو برم بگو. جمال هلال نمیخوای عروسی کنه. اوه خدا، اینا خود درست پیش با هم فرار کردن، حالا چرا نمیخوای عروسی کنه؟ بله اما از خاطر تو. یا از خاطر من. بیبی جمال من اشتباه درک نکو، اما تو برو بسیار مهم هستی.
به این تصمیم شام تو بسیار تاثیر داری. او را فهمیدم اما من نفهمیدم که چی کردیم. موضوع سوده و کمال ده فکرش بسیار بزرگ ساخته. فکر کنم تو برش گفتی. بله من برش گفتم. خواهرت اگه همراهی مفکور عروسی کنه بسیار سختی خواهد کشید. او صرف به خاطر اینکه پدرت ناراحت نشه به زور عروسی میکنه. با یک شکل تو باید خواهرت نجات بدی، امیال سر وقت است. خب درست است. فکر میکنم یک کار خود کردم. خب من دیگه باید برم. درست است گل. گل زنده باشی. مهم نیست. خداحافظ. خداحافظ. چی گپ است؟ میخوایم یک گپ برات بگویم. بگو. هلال در داخل قفل کردی اما امشب آخرین شب دختر ما در خانه پدرش است. خب حداقل شب آخر با دختر ما یک جای باشیم. دو تو گپای نرم میزنی، دل مرا بخی نرم ساختی. با تو گفتم ما دختر نمیتیم، بچه را خانه داماد میسازیم دیگه. از کجا بفهمیم کدام مشکلی پیش نمیآید؟ شاید نتونستیم خانه داماد بگیریم، دختر ما از دست ما میره. مشکل پیش خواهد آمد. توبه من فکر کل چیز کردیم. بیاز داماد ما پلان نداره که دوباره پیش پدر خود بره، اینجا راحت از وانش دیگه. میفهمم اما بازم بیا که بریم پیش دخترم، اونجا تنها گریه کده میره. تو به خدای. خب درست است، بگی پیشی برو. زنده باشی جانم، تاج سرم. بس است دیگه، برو داخل. گریه نکو دختر مقبوله، اولادم گریه نکو یک دانه، گریه نکو دخترم، گریه نکو شیرینه. چطور گریه نکنم مادر؟ گریه نکو دخترم، مرم گریه میتی. مرا ببین، با تو یک خبر خوش دارم. پدرت کماله خانه داماد میگیره. تو از این خانه نمیری. دخترم چرا ناق گریه میکنی؟ مادر من نمیخوایم همراه کمال عروسی کنم. تو چی میگی دخترم؟ با خدا دخترم پدرت ما را میکشه. میفهمم، بیاز از امو خاطر به کمال بله میگم، اما مجبور استم تا آخر تحملش کنم. اوه خدایا، حالا چی کار کنیم؟ اوه خدایا حالا چی کنیم؟ دخترم گریه نکو دخترم، گریه نکو جان مادر. بیا جمال بیا. پدر میشه کمه با هم گپ بزنیم؟ درست است، بیا بشین. پدر هلال نمیخوای عروسی کنه. چرا؟ از خاطر سوده پدر. این از که شنیدی؟ گل برم گفت. هلال با گل گفته بود. این خواهر صادق وقتی همراه کمال فرار میکرد درباره سوده نمیفهمید. میفهمید پدر، میفهمید اما تو را چی کده؟ اسنو جمال، ما به شما یک چیزی را میگم. دختر ما نمیخواه همراه کمال عروسی کنه. مامدمو بارا گپ میزنیم، بیا بشین بیا. گوش کنین، کلگی ده ای باره خبر شدن، حال باید عروسی کنن. خودتون دیدن یوسف شلش شد که عروسی نمی کنن. با هم جنگ کردیم، بچه را آوردم ده اینجا ده ای خانه قفل کردم. حالا اگه منصرف شویم مردم چی خواد گفتن؟ بعد از این دیگه نباید تشویش داشته باشیم.
هیچ جای تشویش نیست. چرا؟ به خاطر تقدیر. بچه را میگیریم به حیث خانداماد آدم میسازیمش. هلال عادت میکنه، فراموش میکنه، تمام چیزا فراموش میکنه. دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. یا ای که ما او را باید بکشم، یا میگه احتمالش از من قاتل میشم. دیگه ایش خودتون فکر کنین. هر چیز من فکر کنم. تو چی میگی؟ خسرو جان، اولوده چی میکنی؟ نه ترس، میخوایم امرای درباره یک موضوع گپ بزنم. دیگه جای برای گپ زدن پیدا نکردی؟ اینجا مارکت وارسه قدر بیرو بار است، همینجا بهترین جای است پدر. مادر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چی گپ است؟ دیگه چی گپ باشه؟ ما حمام میکنم. خب اینجا چی کار داره؟ مادر جان گفتم شما شب با هم جنگ کرده بودین، من خواستم اینجا بیام پدرم کیسه کنم، از او خاطر اینجا آمدم. خفه نشین، از او خاطر. خوب است. وقت دوست داری خیلی تو کیسه که فهمیدی؟ برا مادرم بیبی چقدر تعجب کرد. خدا کنه کدام چیز بد فکر نکنه. بس مرا بیبی هرچی میگی بگو. یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه آبا باز کنم که صدای ما رو نشنون. آفرین، فکرت خوب کار میکنه. البته جانم، ما استاد مثل نورتن دارم، فکرم بیشتر از این پیشرفت خواد کرد. خب بگو دیگه چی میخوایی بگویی؟ کار میکنیم که کمال در وقت نکنه. اما چه قسم امرای کمال گپ بزنیم؟ خساری بچه میخوای عروسی کنه، اعضای فامیلش همراهش میباشن، یک بزرگ خانواده همراهش در رسم و روات گپ میزنه دیگه. او آدم ما میشم خسرو جان، غیر از ما دیگه همراه کی گپ بزنه؟ ما این کارا برای تل میکنم. درست است دانت جمع کن. درست است اینو جمع کردم. عجب آدم استیه. این دقیقه به خدا شوید درم دادی و لوده. ما چی کنم خوامیرم اینجا مانده بودیم. صبر کال جورش میکنم، یک دقیقه و یک سر. خدایی چه قسم جان ششتنه. آی خواهر، فکر میکنم این رقم نمیشه. خیمه چی کنم کامران کلانترینش همی بود. خواهر خو کش کو. درست است کش میکنم، اما تو هم کم شکمت داخل کو شکمت کم جمع کو. تو خو بیخی پوندیدی دختر. کل نفست بیرون کو، کلش بیرون کو. درست است. بیرون کو ببینم، بیرون کو. کلش بیرون کو. ها آفرین، شد حال بسیار خوب شد. ببینم. آی دو خواهر خوب پاره شد. دختر این کالا در جور تم شده. من زیاد چاق شدم. کاموران نمیفهمم که شدی یا نه، اما این کالا از بین رفته. خوبی بود تا را امتحان کنم. دختر اون آده پایت نمیرن، حال خود کفید بکششان. دختر گفتم بوتا را میکفانی. خواهر میخوایم در عروسی بسیار مقبول شوم، میفهمی؟ مره بیبی، من لباسای بنیامین برات بیارم، تن اونا ده جانت میره، یک استایل جدید بزن. خواهر سربرش خند نزن، میخوایم در عروسی از کلگی کده مقبول شوم، تو مرا درک نمیکنی؟ کامران من دیگهشن نمیفهمم، از دستم عمق میایم. تو چی گفتی؟ های کامران تو آدم میکشی. من دیگه میرم، با تو وقت خوش، خسته نباشی. کلتان با ما مخالفت میکنین. کمک کنید خدایا. همینجا باش. نیازی اول میزا رو بیرون کنیم بعد ازو بریم، درست است؟ درست است. منصور باید کل اینا رو پف کنیم، فهمیدی؟ حالا دیگه زود باش. ببینم تو گریه میکنی؟ شام عروسی ما میخوایم مقبول شوم، اما لباس خوب ندارم. درست است آرام باش.
آیا مقبول شدن حقم نیست؟ یه عروسی بیادرم است. بیبی ما به خریداری مولا میریم. اگه میخوایی تو هم بیا و تو هم یگان چیز بگیره. نه کل پیسای ما دوزی کردن، من هیچ پیسه ندارم. موضوع پیسه نیست کامران، اسپانسرت من هستم. راست میگی؟ تو برام میخری؟ اسپانسر شدن همه تو یک چیز است کامران. پس بریم. حالا بالا شد. زود باشین بیادر، زود باشه. بفرمایین. مانده نباشه. مانده خونه ایستم، حالا دیگه بیخی مانده نباشه. ما اومدم بپرسم که به کمک ضرورت دارین یا نه. به خدا با آمدنتون بیازه با ما خوشی، قدرت و توانایی دادین و گذشته از این گپا فعلا به کمک ضرورت نداریم. خوبه، پس من میرم دیگه. نه جانم، مقصد ما تو یک چیز نبود. این قسم نمیشه، خواهش میکنم چند دقیقه دیگه باشین. اما شب عروسی است، رفته کمی آماده شوم. اما تو نه؟ جانم شما با آماده شدن چی نیاز دارین؟ شما در هر حالت مقبول هستین، حتی با حالت طبیعی تا. یعنی میگی که در هر حالت آماده هستم؟ به خدا تو رو خود نمیفهمم، اما من به بعضی چیزا در هر حالت آماده هستم، اما نمیفهمم که سلطان مادرت چطور کنیم خانم نهاله. به خدا کاش ما میفهمیدم. بفرمایین بشینین که براتون چای بخورم.